به نام خدا. سلام دوستان، امیدوارم خوب باشین. خب امروز آمدیم با یک ویدئوی متفاوت از ویدئوهای قبلی. ما در اینجا 14 شرکت کننده داریم که همشان در داخل دایره سفید قرار دارند و هرگاه یک از افراد از دایره خارج شود از بازی بیرون می شود. آخرین فرد باقی مانده در دایره برای 1000 افغانی خواهد شد. 1 ساعت گذشت. از 14 شرکت کننده در بازی فقط 5 شرکت کننده باقی ماند. برای رنگ دادن به بازی دستور به دویدن در داخل دایره را داده. 40 دقیقه دیگر هم گذشت. از 5 شرکت کننده فقط 3 شرکت کننده باقی مانده است. سی دقیقه دیگر نیز گذشت. این 3 شرکت کننده انگیزه زیادی برای به دست آوردن 1000 افغانی داشت و در اینجا هم و خب بعد از 2 ساعت و 30 دقیقه جنگ کشمکش، فرد وسطی اول سمت را